تو این قسمت می‌خوایم درباره الگوریتم و فلوچارت صحبت کنیم. خب ببینیم الگوریتم مثلا چی هست. به طور کلی الگوریتم روش حل یک مسئله است. یعنی چی؟ یعنی وقتی ما یک مسئله‌ای رو داریم که می‌خوایم کدش رو بنویسیم، قبل اینکه اصلا شروع کنیم با هر زبان برنامه‌نویسی اینو تبدیل به کد کنیم، نیاز داریم که پیش خودمون این مسئله رو حل کنیم. مثلا فکر کنید به ما میگن یه کدی بنویسید که بیا 2 تا عدد از کاربر بگیره. اگه این 2 تا عدد برابر بودن با هم، بره مجدد عدد بگیره. اگه برابر نبودن، بیاد اونی که کوچیک‌تره رو اعلام کنه، بگه این عدد کوچیک‌تر از اون یکیه. برای اینکه ما بخوایم کد این سوال رو بنویسیم، احتیاج داریم که قبلش بریم مثلا ببینیم مسئله چی هست، پیش خودمون حلش کنیم. بدون اینکه بخوایم کدش رو بزنیم، ببینیم مثلا چه جوری حل میشه این مسئله. میایم چیکار می‌کنیم؟ مثلا فکر کنید ما اینجا می‌نویسیم چی؟ میگیم مرحله اول بیا 2 تا عدد از کاربر بگیر. میگیم گرفتن 2 عدد از کاربر. خب حالا که 2 تا عدد رو گرفتی باید چیکار کنیم؟ میریم مرحله بعد. میگیم حالا که 2 تا عدد رو گرفتیم، چک کنیم 2 تا با هم برابر هستن یا نه. چک کن 2 عدد برابر هستند یا نه. خب حالا که چک کردی، بیا مرحله بعد. اگر برابر بودند، مجدد 2 عدد بگیر. مرحله بعد اگر برابر نبودند، خب حالا اگه برابر نبودن چی کار کن؟ برو مرحله بعد. مرحله بعد چی میگه؟ میگه اگر عدد اول از عدد دوم کوچکتر بود، خب چیکار کن؟ بیا مرحله بعد. اگه عدد اول از عدد دوم کوچکتر بود چیکار کن؟ چاپ کن عدد اول کوچکتر است. مرحله بعد حالا اگر عدد دوم از عدد اول کوچکتر بود چیکار کن؟ بیا مرحله بعد. چاپ کن عدد دوم کوچکتر است. آخرش هم که پایان برنامه‌مونه. این الان چی شد؟ این شد الگوریتم حل این مسئله. یعنی ما میخواستیم ببینیم چجوری میتونیم تشخیص بدیم کدوم یکی از 2 تا عددی که کاربر بهمون داده کوچیک‌تره. اومدیم چیکار کردیم؟ به زبان انسان، به زبان فارسی هستن، مراحل رو یکی به یکی نوشتیم که اول باید چیکار کنیم، بعدش چیکار کنیم، اگه این اتفاق افتاد چیکار کنیم، اگه یه اتفاق دیگه افتاد چیکار کنیم. همه این مراحل رو اومدیم پشت هم چیدیم، به اصطلاح یک الگوریتم برای حل این مسئله درست کردیم. الان این الگوریتمی که ما نوشتیم، مراحل رو یک به یک نوشتیم دیگه. میتونیم همین رو انگلیسی بنویسیم. به انگلیسی بنویسیم، مثلا get to number، همینجوری بنویسیم بریم جلو، شبیه به همین کاری که الان کردیم به زبان انگلیسی. به زبان انسان ما میایم روش حل مسئله رو توضیح میدیم که باید چه مراحلی رو طی کنیم که این مسئله حل بشه. حالا این الگوریتمو که ما نوشتیم مرحله به مرحله، اگه به هر برنامه نویسی بدیم تو هر زبانی هیچ فرقی نداره، به هر زبانی میتونه اینو پیاده سازی کنه. یعنی از این راه حل میتونه بره یه برنامه‌ای بنویسی که کاری که ما می‌خوایم رو انجام بده. پس این مفهوم الگوریتم روش حل یک مسئله است. به زبان انسان هم هست. اصلا هیچ زبان برنامه‌نویسی خاصی نداره. یه الگو برای حل یک مسئله است که به هر زبانی قابل پیاده سازیه. حالا این الگوریتم ما تو برنامه‌نویسی انواع و اقسام الگوریتم داریم. برای هر مسئله‌ای که داریم یه سری الگوریتم داریم که میتونیم طبق اون الگوریتم این مسئله رو حل کنیم. یعنی اگه مراحل اون الگوریتمی که بهمون گفته میشه رو یکی یکی بریم جلو، آخر سر میتونیم اون مسئله رو حل کنیم با این الگوریتم. این الگوریتم هم میتونیم به زبان برنامه‌نویسی که مثلا خودمون بلدیم پیاده سازی کنیم.
مثلا ما پایتون یاد گرفتیم، میتونیم این الگوریتم رو به زبان پایتون بنویسیم. چجوری؟ مثلا این الگوریتمی که الان داریم، گرفتن دو عدد از کاربر چجوری بود تو پایتون؟ اینپوت A اینپوت B. این پایتون شد الان قسمت اول. دومه چک کن دو عدد برابر هستن یا نه. if A مساوی B بود، بیا این کار انجام بده. چیکار؟ برگرد برو دوباره عدد بگیر. این تا اینجا. بعدی چی؟ اگر برابر نبودن، else برابر نبودن، خب دوباره یه چیز دیگه میخواد. اگر عدد اول از عدد دوم کوچکتر بود، پس دیگه else نی، الیفه تو پایتون. میگیم الیف A کوچکتر از B. خب چیکار کن؟ چاپ کن عدد اول کوچکتر از، پرینت کن مثلا A is مثلا smaller. بعدش چیکار کن؟ اگر عدد دوم کوچکتر بود، دوباره الیف B کوچکتر از A. بیا چیکار کن؟ چاپ کن عدد دوم کوچکتر از، پرینت کن B is smaller. این شکلی الان ما تونستیم این الگوریتم رو تبدیل به کد پایتون کنیم. همین رو بنویسیم، دقیقاً همین کار رو برامون انجام میده. حالا ما تو برنامه‌نویسی انواع اقسام این الگوریتم رو داریم. مثلا برای مرتب سازی یه سری عدد، فکر کنید 200 عدد بهمون دادن با ترتیبای نامشخص، میخوان ازمون که اینو به ترتیب از کوچیک تا بزرگ مرتب کنیم. چیکار باید بکنیم؟ روش‌های مختلفه، چندین الگوریتم سورت داریم. ما الگوریتمایی داریم که میان مرتب سازی میکنن، مثلا کویک سورت، بابل سورت. اون کویک سورت مثلا مرتب سازی سریع، یا بابل سورت مرتب سازی حبابی. تمام این الگوریتما توی یک کتاب مرجع الگوریتمی به اسم Introduction to Algorithm که خیلی هم کتاب معروفی است تو بین برنامه‌نویسا جمع آوری شده. این کتاب Introduction to Algorithm که به CLRS هم میشناسنش، یعنی اگه CLRS هم سرچ کنید همین کتاب براتون میاد. یه کتاب خیلی قطوریه که اکثر الگوریتمایی که تو برنامه‌نویسی استفاده میشن تو این کتاب اومده. میتونیم از روش بخونیم، ببینیم روند پیاده سازی هر کدوم از این الگوریتم‌ها چجوریه، بیایم رو کدی که خودمون می‌خوایم این الگوریتم رو پیاده سازی کنیم. یه کتاب خیلی بزرگیه که کتاب مرجع، نیاز نیست همش رو بلد باشیم. فقط باید هر جایی که نیاز به یک الگوریتم خاصی داشتیم بهش مراجعه کنیم، بگردیم ببینیم الگوریتممون رو پیدا می‌کنیم یا نه. اکثر الگوریتمایی که استفاده میشن تو این کتاب هست از الگوریتمای ساده‌ای مثل سورت گرفته، همون کویک سورت و بابل سورت، تا الگوریتمای پیچیده مثل ژنتیک و اینجور چیزا که تو هوش مصنوعی استفاده میشه. تو این کتاب کامل توضیح داده شده که چجوری باید ازشون استفاده کنید. پس این مفهوم الگوریتم بود که چجوری میتونیم از طریق الگوریتم یک مسئله رو راه حلش رو معرفی کنیم. حالا بریم سراغ فلوچارت، ببینیم فلوچارت چی هست. فلوچارت چیزی شبیه به همون الگوریتم، یعنی مراحل حل یک مسئله است، با این فرق که با شکل نشون داده میشه. یعنی روند برنامه‌ای که ما می‌خوایم بنویسیم رو از طریق شکل اومده نشون داده. ببینیم چه شکلایی داره. اولین شکلی که توی فلوچارت داریم شکل دایره هست. دایره کاربردش چیه؟ شکل دایره برای شروع و پایان برنامه‌مون هست. برای شروع و برای پایان. پس هر جا ما خواستیم برنامه‌مون رو شروع کنیم یا تموم کنیم میایم از دایره استفاده میکنیم. شکل بعدی که داریم شکل متوازی الاضلاع. به این شکل متوازی الاضلاع. این متوازی الاضلاع برای چی استفاده میشه؟ متوازی الاضلاع به معنی گرفتن ورودی از کاربر هست. پس میگیم به عنوان ورودی. پس متوازی الاضلاع برای گرفتن ورودی. شکل بعدی که داریم شکل مستطیل هست. شکل مستطیل کاربردش چیه؟ برای محاسبات یا انتسابات ازش استفاده میشه. محاسبات مثل چی؟ مثل اینکه مثلا میخوایم A ضرب در B رو حساب کنیم یا 2 ضرب در 4 رو حساب کنیم. هر نوع محاسبه‌ای. انتساب مثل چی؟ مثل اینکه بخوایم عدد 2 رو انتساب بدیم به متغیر A. بگیم A مساوی 2. یه متغیر داریم تعریف میکنیم، مقدارش رو 2 میذاریم. این انتسابه. پس هر جا خواستیم متغیر تعریف کنیم یا بیایم یه محاسبه‌ای رو انجام بدیم از مستطیل استفاده میکنیم. پس شد محاسبات و انتساب. اینم از مستطیل. شکل بعدی که داریم شکل لوزی هست. به این شکل. شکل لوزی برای چیه؟ شکل لوزی برای شرط هست. هر جا ما خواستیم تو برنامه‌مون از شرط استفاده کنیم باید از لوزی استفاده کنیم. پس لوزی برای شرطه.
که میتونیم چند تا شاخه ازش بگیریم دیگه. اگه شرطمون درست بود یه سری کار انجام بدیم، اگه شرطمون غلط بود یه سری کار دیگه انجام بدیم. شکل بعدی این شکلیه که بالا شبیه به مربع ولی پایینش اینجوری هلال میشه. این شکل برای چیه؟ برای نشون دادن خروجیه. برای نشون دادن خروجی. مثل چی؟ زمانهایی که ما تو پایتون میایم پرینت میزنیم، یه عبارتی رو چاپ میکنیم، اونجور جاها میتونیم از این شکل استفاده کنیم برای اینکه یه خروجی رو نشون بدیم، یه پرینتی رو مثلا نشون بدیم. اینم از این شکل. دوباره آخر سرم که میتونیم از همون دایره برای پایان برنامه‌مون استفاده کنیم. خب حالا چجوری میتونیم از طریق اینا بیایم یه فلو چارت بکشیم؟ خب فکر کنید همون مثالی که زدیم برای اینکه از کاربر 2 تا عدد بگیریم، چک کنیم اگه مساوی بود بره دوباره از کاربر عدد بگیره، اگه A بزرگتر بود بگه، اگه عدد اول بزرگتر بود بگه عدد اول بزرگتره، اگه عدد دوم بزرگتر بود بگه عدد دوم بزرگتر. خب ببینیم فلو چارت اینو چه شکلی میتونیم الان بکشیم. خب اول از همه که گفتیم برای شروع یه دونه دایره میکشیم. دایره‌مون رو میکشیم، توش مینویسیم شروع. این از قسمت شروعه. برای قسمت بعدیمون می‌خواستیم ورودی بگیریم دیگه. گفتیم برای گرفتن ورودی از چی استفاده می‌کنیم؟ از متوازی الاضلاع. پس یه خط می‌کشیم رو به پایین، یه متوازی الاضلاع اینجا این شکلی می‌کشیم برای اینکه ورودیامون رو توش بخوایم بگیریم. خب ورودیامون رو چجوری می‌گیریم؟ میایم مثلا میگیم عدد 1 گرفتن عدد اول. بعدی چی میگیم؟ گرفتن عدد دوم. خب پس این کارم الان انجام دادیم، عددا رو تو ورودی گرفتیم. خب گفتیم حالا باید برای اینکه توی متغیر بریزیمشون چیکار کنیم؟ یه دونه مستطیل می‌خواستیم دیگه. پس یک مستطیل هم تعریف می‌کنیم، مثلا میگیم A مساوی عدد اول، B مساوی عدد دوم. خب این کارم الان انجام دادیم. مرحله بعدیمون گفتیم چیه؟ گفتیم باید چک کنیم این دوتا با هم برابر هستن یا نه. خب میایم چی کار میکنیم؟ میایم یه خط میریم پایین، یه دونه لوزی میکشیم این دفعه. خب لوزی رو که کشیدیم توش چی باید بذاریم؟ شرطی که میخوایم. شرطمون چیه؟ A مساوی باشه با B. ما می‌نویسیم توش A مساوی باشه با B. شرطمون رو میذاریم. حالا باید چه کار کنیم؟ 2 تا حالت داریم دیگه، یا A مساوی B هست یا نیست. اگه نبود یه خط اینجوری میکشیم، میایم بالا، میریم برمیگردیم به گرفتن ورودی، وصلش میکنیم به اون، یه فلش هم بهش میزنیم. پس اگه نبود اینجا میزنیم ترو. اینجا هم می‌نویسیم ترو، میگیم خب اگه این برابر بود A مساوی B بود، بیا تو این خط برو بالا، دوباره ورودی بگیر. وصلش کردیم دوباره به ورودی. خب حالا اگه نبود چی؟ میام یه خط پایین می‌نویسیم فالس. حالا اگه نبود چی؟ بیا دوباره ادامه برنامه‌مون. دوباره می‌خوایم تو چیکار کنیم؟ یه شرط دیگه رو چک کنیم. دوباره به یه لوزی دیگه وصلش می‌کنیم. تو این لوزیه چی می‌نویسیم؟ می‌نویسیم A کوچیک‌تر از B. شرط بعدیمونه دیگه، A کوچیک‌تر از B. خب حالا الان 2 تا حالت دوباره داریم دیگه، یا درسته یا درست نیست. میگیم اگر درست بود میگیم true. خب اگه درست بود چیکار کن؟ بیا یه پرینت کن برای ما. پرینتمون چه شکلی بود؟ اینجوری بود دیگه، با یه هلالم پایینش. میایم میگیم پرینت کن A مثلا is smaller. چاپ کن A is smaller. خب حالا اگه فالس بود، اگه همچین شرطی نبود چی؟ بیا این ور یه فالس بذار. چی چاپ کن این ور؟ چاپ کن B is smaller. میگیم چاپ کن B is smaller. خب اینا الان جفتشون پایان برنامه‌مون میشه دیگه. چه اینو چاپ کنه چه اونو چاپ کنه، برنامه‌مون دیگه تموم میشه. پس میام این پایین یه دایره درست میکنیم، مینویسیم پایان برنامه‌مونه دیگه. از دوتای اینا بهش خط وصل میکنیم، یعنی میگیم چه چاپ کردی A is smaller، چه چاپ کردی B is smaller،
بیا وصل به این پایان. پس جفتشون خط میکشیم به پایان. پس این الان شد چی؟ شد فلوچارت همون برنامه‌ای که الگوریتمشو نوشتیم. به این شکل ما فلوچارتشو می‌نویسیم. حالا اگه این فلوچارت هم به یه برنامه نویسی بدیم، با هر زبانی میتونه اینو پیاده سازی کنه. تو هر زبانی میاد از ابزارهای خودش استفاده میکنه، از سینتکس خودش استفاده میکنه، تمام این مراحل رو پیاده سازی میکنه. میره ورودی میگیره، میره مقایسه میکنه که اینا با هم برابر هستن یا نه، مقایسه میکنه A کوچیک‌تر از B هست یا نه، بعدم میاد یه رشته‌ای رو چاپ میکنه. پس اینم شد مفهوم فلوچارت تو برنامه نویسی. میتونید از این الگوریتم فلوچارت برای اینکه خیلی کارتون راحت تر بشه تو حل یه سوال استفاده کنید. خیلی وقتا وقتی به طور کلی مسئله رو میخوایم بیایم یهو تبدیل به کد کنیم، خیلی جا گیر میکنیم، هنوز کامل برامون جا نیفتاده که این مسئله چجوری حل میشه. ولی اگه الگوریتمش رو بنویسیم و فلوچارتش هم بکشیم، خیلی دقیق میدونیم باید مرحله به مرحله چه کارهایی رو انجام بدیم تا این مسئله حل بشه. امیدوارم از این الگوریتم و فلوچارت هم توی کدایی که میخواید بنویسید حتما استفاده کنید. اگه هر سوال یا راهنمایی درباره این الگوریتم و فلوچارت داشتید، حتما از پشتیبانی دوره بپرسید تا راهنماییتون.